یکی دیگه از کاربردهایی که AI میتونه داشته باشه برای پیشرفت بیزینس این هستش که بشه در واقع کانتنت ها و محتواهای تبلیغاتی رو برای سوشیال میدیاهای شبکه‌های اجتماعی با استفاده از AI سر زمان مشخص تولید کنیم و یک پست یا ریل یا استوری حالا بسته به کاربرد ایجاد بکنیم و بفرستیمش توی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی. برای مثال من الان اینجا یه دونه پرامپت میذارم و ازش میخوام که برای دکوراسیون داخلی از یک آینه طلایی استفاده بکنه توی مثلا یک محیط لوکس و بعد ازش میخوام که برای من این ایمیج رو تولید بکنه. بعد از اینکه این ایمیج رو تولید کرد من میام میگم واسه کدوم شبکه این رو میخوام و مثلا میخوام ریل اینستاگرامی داشته باشم. همچنین میتونم بیام حالا ستینگ های دیگه ای هم براش در نظر بگیرم، مثلا یک تون دوستانه میخوام داشته باشه کپشن این ریلم و همچنین مثلا 2 زبانه میخوام باشه و بعد این رو تولید میکنم و وقتی که تولیدش میکنم با استفاده از هوش مصنوعی و با توجه به الگوریتم های اینستاگرام که من الان اینجا انتخابش کردم برای من یک کپشن مناسب مینویسه، تصویر رو میذاره توی پستم توی ریلم و نهایتاً میاد و هشتگ تولید میکنه به هر 2 زبان و همچنین به هم میگه که بهترین تایمی که میتونم این رو بفرستم توی شبکه اجتماعی اینستاگرام چی هستش و حتی خودش میتونه این کار رو انجام بده و همچنین چی بنویسم که بیشتر جذب بکنه، مثلا مثلا کاربرا بگم که به من دی ام بدن یا به پیام در واقع مستقیم بدن و نهایتا این رو میتونم سیو بکنم توی ریپوزیتوری یا انباره محتواهام و این یک پستی هستش که AI ساخته و خودش هم میتونه سر زمان مناسبی که پیشنهاد داده این رو ارسال بکنه توی شبکه‌های اجتماعی. همچنین میتونیم یک پست داشته باشیم مثلا توی تلگرام و این پست رو بیایم و در واقع ارسال بکنیم به کل گروه هایی که به صورت عمومی تبلیغات میپذیرن. مثلا من الان میتونم شماره تماسم رو بزنم اینجا و بعد کدی رو که تلگرام بهم میده اینجا وارد بکنم برای اینکه بتونم ارتباط بگیرم با تلگرام و وصل بشم بهش از طریق اپلیکیشنی که دارم توش کار میکنم و وقتی که ارتباطم برقرار شد